استفاده عاقلانه نیروی برق در برابر منفعت بخشیدن به اقتصادیات هر عائله برای فعالیت منظم و ثمره بخش ساحه اقتصاد ملی و تامین اهالی با نیروی برق زمینه فراهم می‌آورد. به نظر متخصصان راه‌های زیادی صرفه‌جویانه استفاده قوه برق موجود است و در هر عائله باید سر این مسئله توجه روانه گردد. یکی از چنین راه‌ها این خودداری نمودن از استفاده قندیل‌ها و چراغ‌های پرمصرف ارزیابی می‌شود. متخصصان چنین می‌شمارند که روشنایی منزل را می‌توان با یک لامپه تامین نمود و استفاده نشدن قندیل‌های پرمصرف هم باعث صرفه مبلغ‌های اولیوی می‌شود و هم بر رشد انرژتیک مساعدت می‌کند. چی باید کرد که هم صرفه سرشته بودجه اولیوی و هم رسیدن همین نیرو برای انسان بسنده باشد. صرفه سرشته برق باید اهمیت دهیم. نه هر دور زمان همین گونه می شود، زیرا خشکسالی آمده، کم بارش بودن به دست آوردن یا استحصال برق البته به تاثیر نماند. در هر خانه باید به صرفه سرشته برق استفاده اون اهمیت دهیم. لیکن خودی من در خانه نگاه میکنم میبینم در یک قندیل 4-5 لامپچکا فروزان میشود و خوب میشد. من خودم میگویم یک تاش خاموش کرده، دو تاش خاموش کرده مانید، به فکرم یک تا روشنی کفایگی میکند. اینم یک صرفه سرشته برق است که برای همه دسترس باشد. ما تنقیصی نکشیم، اما با وجود نآید خانه ما سرد نشود. معلوم است که با زیاد شدن نفوذ اهالی، کارخانه‌های صنعتی و افزودن منبع‌های دیگر استفاده نیروی برق، طلبات به برق سال از سال بیشتر می‌گردد. از این رو در این شب و روز ضرورت درک مسئولیت، اجرای طلبات قانونگذاری و همزمان عاقلانه و ثمرناک استفاده نمودن قوه برق مهمیت بیشتر پیدا نموده است. متخصصان ساحه چنین می‌شمارند که گذشتن به تکنولوژی کم مصرف و رعایت فرهنگ استفاده برق امروز مهم است که برای تامینات بهتری برق پیشنهاد می‌گردد. بنا به گفته متخصصان ساحه، استفاده تجهیزات کم مصرف صرف نیروی برق را تا 5 مرتبه کم می‌کند. من فکر دارم که هر یک مادری تاجیک، هر یک صاحب خانه زن به صرفه سرشته پیشتر میگفتن آشتان موری میگفتن، امروز به صرفه سرشته خواجگی خانهشان نقص صرفه میرن. چی در خانه چی در مؤسسه کارخانه فرق نداره. اگر به درست استفاده بردن نیروی برق به مورد استفاده بردن وی اهمیت دهیم، من باوری دارم که معمای برق به وجود نمی. از قدیم الایام اگر بینیم گرمی روشنی این با حیات انسان هم قدم است و صرفه سرشته آن نیرو از همان دوره تا این دوره گم نشده است. استفاده مقصدناک نیروی برق از هر کدام ما شهروندان مناسبت جدی و غمخوارانه را طلب می‌کند. یادآور میشیم که برای ویران نمودن قاعده و معیار استفاده قوه برق طبق طلبات قانونگذاری جوابگری پیش بینی شده است. احساس مسئولیت در دایره قانونگذاری فعالیت نمودن و صرفه‌کارانه استفاده بردن قوه برق برای هر یک عائله سعادت می‌بخشد.